روز 24 دکامبر مقامات شهر اصفهان از تخریب دوربین‌ها یا خود کامراهای نظارتی در منطقه مرزی جماعت چهارکوه خبر دادند. آنها با نشر چند عکس و نوار در این کار ساکنان دهه قرغیزنشین را عیبدار کردند. زبیدالله شامدوف سخنگوی مقامات شهر اصفهان در صحبت با رادیو آزادی گفت نیز فیروزی 23 دکامبر چندی از ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش ولایت بادکند قرغیزستان 2 عدد کامراهای نظارتی متعلق به ریاست مرزبانی دهه سامانیان را تخریب کردند. 1 عدد کامرا را شکسته و ستون کامرای دوم را با ارغمچین کوشش افتاندن کردند. در نتیجه این 2 کامرای نظارتی کار ناشایان گردیده است. مقامات قرغیزستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. در نوارهایی که مقامات در اختیار رادیو آزادی گذاشتند دیده می شود که 1 دوربین را روزانه و دیگری را شبانه ویران کردند. شامدوف میگوید در کامراهای نظارتی همشفت بر علا دیده می شود که این عمل را کی صادر کرده است و تحقیقات در این زمینه آغاز یافته است. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی حادثه های اخیر مرزی را در یک بیانیه عمل های اغوا انگیزانه ساکنان همسایه کشور نامید، ولی در بیانیه درباره تخریب دوربین های نظارتی چیزی گفته نشده است. با گفته ساکنان و مقامات رسمی این کامراها را پس از مناقشه اخیر مرزی در ماه اپریل و می سرحدبانان تاجیک برای نظارت مرز نصب کردند. تنها در کوچه مرزی دهه سامانیان جماعت چهارکوه 13 عدد چنین کامراهای نظارتی موجود است. از جانب دیگری کوچه که ساکنان قرغیزتبار دهه کوکتاش بادکند زندگانی دارند کامراهای نظارتی ریاست مرزبانی قرغیزستان گذاشته شده است. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی 2 کشور با بهانه‌های گوناگون نزاع سر می‌زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال جاری رخ داد 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از 2 جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. 2 جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند.